سلام دوستان عزیز، روزتان بخیر و شادی باشد. امیدوارم همه کس خوب هستید، همیشه خوب مانید. خوش آمدید به کانال ما. در اینجا امروز من یک نمود کلچه تنوری آماده کردم. حتما با ما باشید. در اینجا من 2 لیتر شیر و 1.5 لیتر آب شیرگرم همراه کردم و بالای آب شیرگرم 4 قاشق کلان نمک را انداخته نغز گگ آمیخته میکنیم. وقتی که نمک ما حل شد، همهش را یک جای کرده به بالایش آرد را علاوه میکنیم. من به بالای این 1.5 قاشقچه دراج را انداخته 200 میلی لیتر روغن همهش را یک جای کرده اکنون خمیر میکنیم. خمیر ما باید سخت نه ملایم نه. من کمتر آبی ماندگی من را انداخته اکنون نغز گگ می اشیریم. من خمیر ما تیار شد. اکنون بالایش را پوشیده میمانیم. اکنون 2 ساعت گذشت. من خمیر من را اینطور زباله گرفته. میمانم. 10-15 دقیقه می ایستد. بعد من راست کرده باز 20-25 دقیقه دیگر تا تنور ما تصفیده می ایستد. باید نغز گگ رو گیرد. من اکنون نانی ما رو گرفت. تنور ما تصفید. اکنون من اینطور به بالایش کارت زده و پیشتش کارت زده اکنون نان را میبداریم. در اینجا من 4 دانه فطیر با جزه آماده کرده بودم. من این را هم به تنور میچسبانیم قطعه همراه کلچه. من نان را چسبانیدم. اکنون نان ما تیار شد. من کلچه های ما آماده شد. اکنون من یکتا گرفته و سپس میگذاریم. رحمت برای دیدن ویدیوهای ما. خیر تا ویدیوهای آینده. در پناه الله مهربان باشید. خیر، خدا حافظ.